سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل یوتیوبمون. من سجاد هستم و داخل این کانال براتون از ماینکرافت ویدیو میسازم، آموزش یا هر چیز دیگه. پس اگه آموزش خاصی مد نظرتونه حتما برام داخل کامنت ها بنویسید که حتما براتون میذارمش آموزششو. و دیگه معرفی کردن دیگه تا همینجا کافیه. بریم سراغ ویدیو. ما داخل این فارم قصد داریم که با هم دیگه یک فارم آیرون بسازیم که اول بازی میتونیم راحت متریالاشو به دست بیاریم. واقعا فارم ساده ایه، شما میتونید راحت اول بازی یک فارم آیرون بسیار قوی که سرعت خیلی بالایی هم داره داشته باشید. بریم سراغ آموزش. اولین قدممون اینه که یک بلاک بکنیم و 6 بلاک ادامه بدیمش. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. خب حالا این محیط کامل به اندازه یک بلاک خالی کنیدش. شما وقتی کارتون تموم شد یه همچین چیزی میشه فارمتون. بیاید این گوشه یک بلاک بکنید و دوباره همین کار رو با این محیط انجام بدید. یک بلاک بکنید. وقتی که شما کارتون تموم شد بیایید این قسمت وایسید، اون قسمتی که 7 بلاک کندید. الان ببینید 2 4 6 و 7. الان من 7 بلاک کندم و میام مستقیم وسطش وایسم و این بلاک روبرومو میکنم و حالا یک محیط 3 در 3 ایجاد میکنم. وقتی این کارتون تموم شد بیایید این قسمت 1 2 3 و 4 بلاک بکنید و این محیط رو خالی کنید. وقتی شما کارتون تموم شد بیایید روبروی این سمت وایسید و مستقیم برید پایین یا هر چیز دیگه که شما میتونید این جهت رو تشخیص بدید و اینجا 2 بلاک بکنید، 2 بلاک دیگه، 2 بلاک دیگه که سر جمع میشه 6 بلاک. 2 2 2 و 2. خب کار ما اینجا تموم شد. 1 2 3 4 5. وقتی شما کارتون تموم شد فارمتون یه همچین چیزی شده و بیایید حالا اینجا یک پله بسازید. پله شما باید یه همچین چیزی شده باشه. لازم نیست که این بلاک رو بکنید. حالا اینجا یک تراکتور بزنید و حالا بیاید این قسمت رو هم یه تراکتور دیگه بزنید. مهم نیست چه تراکتوری باشه، مهمه که تراکتور باشه. وقتی شما کارتون تموم شد بیایید اینجا بس 3 بذارید. وقتی بدار رو گذاشتید دقت کنید که حتما بدار رو روی اینجا باشن. وقتی بداتون رو گذاشتید بیایید اینجا یک دونه اسلب بذارید، اینجا هم یه اسلب دیگه و بالای یک دونه شون یه دونه بداک بذارید. مهم نیست چه بداکی باشه. و حالا این قسمت یه دونه ترپتور بذارید، بشینید و یه ترپتور دیگه بذارید. وقتی این کارو کردید این ترپتور و این ترپتور رو با هم دیگه فرق کنید. وقتی کارتون تموم شد تراکتور باید این قسمت باز بشه یا این قسمت سمت چپ یا سمت راست. وقتی کارتون تموم شد یه دونه اینجا تورچ بذارید، یه دونه هم روبروش بذارید. از اینجا برید بیرون، یه دونه اینجا بذارید، یه دونه هم اینجا بذارید، یکی اینجا، یکی هم اینجا و یکی اینجا. آخری ها هم اینجا بذارید. وقتی کارتون تموم شد شما باید بیاید اینجا یه دونه قایق بذارید. و این ترپتور رو هم ببرید. وقتی این کارو کردید شما باید بیاید اینجا این دو ترپتور رو باز کنید. وقتی که دو ترپتور رو باز کردید برید ویلیجراتون رو با بوت یا با ریل یا با هر چیز دیگه که میتونید بیارید و منتظر بمونید شب بشه. من الان اینجا 3 تا ویلیجر اسپان میکنم، 1 2 و 3. حالا منتظر میمونم تا شب بشه. کم صبر کنید که شب بشه و وقتی شب شد میبینید که خود ویلیجرها مستقیم میرن جای تحت. و وقتی رفتن جای تحت شما میرید روی ویلیجرها رو میگیرید. شما وقتی کارتون تموم شد بیاید این قسمت و 2 بلاک بکنید و این قسمت هم معمولا کنده است، من اینجا رو کنده بوده. خب این 2 بلاک رو هم بکنید و حالا آپرتون رو بذارید. 1
2 3 از شما. حالا برید پشت هاپراتون چسب بذارید. 1 2 اشتباه شد. خب وقتی کارتون تموم شد شما یه همچین فایلی دارید. وقتی شما کارتون تموم شد میایید اینجا رو یه بلاک میذارید، اینجا رو همین یه بلاک میذارید، بعدش میایید اینجا اینو میکنید. خب 1 2 وقتی این کار رو انجام دادید حالا میایید بالاش یه اسلحه میذارید. حالا هر کدومشون یه اسلحه. 1 2 3 و 4. وقتی کارتون رو انجام دادید 8 تا ساین گیر بیارید و برید سراغ مرحله بعد. 1 ساین اینجا بزنید، 1 ساین اینجا بزنید، 1 ساین اینجا، 1 ساین دیگه اینجا و بشینید. 1 ساین دیگه بزنید، 1 ساین دیگه هم برای این قسمت. حالا 1 ساین برای اینجا و 1 ساین هم برای اینجا. وقتی کارتون تموم شد این دو قسمت رو لاوا بزنید. یه لاوا اینجا، یه لاوا همینجا. همینطور که میبینید لاوا اصلا به سمت دیگه ای نمیگیره و همینجا معلقه. وقتی کارتون تموم شد شما میارید این گوشه یک واتر بوکت اینجا میزنید، یک واتر بوکت اینجا و این مرحله هم تکمیله. شما در این مرحله منتظر میمونید تا شب بشه. وقتی که شب شد یک زامبی باید بهتون حمله کنه و شما باید این زامبی رو یک جوری بندازید این قسمت. وقتی که شما این کار انجام دادید این زامبی میره پایین میاد اینجا و روی این بات میشینه و این ویلیجر هم از این زامبی که دارن میبینن میترسن و اینطوری یه آیرون گولم اسپان میشه. آیرون گولم که اسپان بشه اینجا اسپان میشه و مستقیمی به سمت لاوا و لاوا اینو میسوزونه. بعدش آیرونشو هاپر دراپ میکنه و میندازه داخل چست و اینطوری شما یک فارم آیرون دارید. حالا ما باید منتظر بمونیم تا شب بشه. خب حالا که زامبی اومد میاد سمت ما و اول ما باید اینو بندازیم اینجا. خب این رفت پایین، در خودش به سمت ویلیجرها میره و وقتی اینطور بشه شما میبینید که اینجا یه آیرون گولم اسپان میشه و همین راحتی فارم شما ساخته شد. خب رفقا امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. تا آموزش بعدی که یک شنبه آپلود میشه خداحافظ.